نسیم شمال. نطق عیسی علیه السلام. بار دیگر عیسی مهر اعتلا از طبق برداشت آن تاج طلا. گفت این چرخ و فلک پابست ماست، تاج عالمگیر اندر دست ماست. ای سلاطین چاره در صلح است صلح، مصلحت یکباره در صلح است صلح. هر که در اصلاح کوشد زوتر، می گذاریمش به سر این تاج زر. گر شما خواهید ما را شادکام، صلح جویید ای سلاطین والسلام. هر که بر تارک نهد از صلح تاج، زودتر گیرد ز 7 اقلیم باج. ای سلاطین مال دنیا هیچ نیست، حاصل این جنگ و دعوا هیچ نیست. شهرها را توپ بستن تا به کی، لوح دلها را شکستن تا به کی. ما شما را نصیحت می کنیم، جانب اصلاح دعوت می کنیم. هر که زود اصلاح جوید جان ماست، ناصرالدین تابع فرمان ماست. می کند دعوت به اصلاح امور، مصحف و تورات و انجیل و زبور. این کتاب و این عتاب و این خطاب ختم شد والله اعلم بالصواب.